جوانان محترم، سال 1992 همه ما دیدیم چی بود، چی خلاصه خوانده بودیم، در کدام کارا بودیم. همون از یک بار خلاصه کنید از پدراتان پرسید کدام عذابا بود در تاریخ سری مردم تاجیکستان. برای همین بس برای ما با گپی و یا دیگر نمیکنیم. این فایده شان نداره دیگر. مردم یک بار باهای دو گرفت در سینفاش و باهای دو در اینشا. بس برای ما حاضر برای ما جناب عالی در کار. جناب عالی تمامی طریقت چنج کرده ایستاده است. عاجزا را نگاه دارد، مجبور را نگاه دارد. تمامی صغیرخانه ها در کار هستند. همه خدا بشکر سیر پر است. برای ما بس است. همین مویدی کبیری، شما خطای مطلق کرده ایستاده که با طرف جناب عالی شما هر خیل گپ ها را نوشته روان میکنید. این خوب نیست. مردک باشی، بیا من تاجیکستان از آن شما هست، تاجیکستان شما هست، بیا یک گوشهش آباد کن، یک زمین بگیر، یک جا آباد کن، یا صغیره خانه راست کن، یا یگان اینستیتوت راست کن، یگان چیز راست کن. مرحمت، بیا تاجیکستان رو بیا آباد کنید، بیا آباد کنید. برادران این خیلی نمیشود. تاجیکستان ای ما و شما هست. ما باید دیگه گهورکی چشم واره نگاه کنیم.